شروع به حمله کردن دوباره میاد. سوار نظام آهنینم اونا از این که امپراتور در دور کربلا یه روز بوده چون سه گستاخی تا حد حدودی نداره. ای جمشید؟ خب معمول معلوم میشه این روز. آره؟ آره چه خبر روزای جوانی یا چه بخیر؟ آره خوب شو بدم معمول بودی دیگه دیلا یادم انا که جوانی مخلاش در پای از تو بچم خیلی کربلا این شب خود معقول منو این شب معقول بیل برای داغاخ میچیم خوش میاد قد از او ابرای خود میچینی؟ آره اما خیر دم خواهم سیبلای خود بیزو که دیشب اومده لبای مشار کربلا امروز رفته بودم هر بیوتی رفتم من گفته که تو پست چیزای از این آبرسانش کم شده برای من یکم آبرسان بخواه خیر میخرم بدین خاطر مقبول که میخرم از روز سیبلخ نزو قد از این کربلا کشتش من بچم خشم چطور است داری ششته؟ بابا بخیر دیگه دیر شد ساعت 7 بجه شد مادر ننی برو آماده مخلا شد اینه که گلبسی بخیر برو آماده شد دیگه ای بابا بیا چیکار کنم بلات بچینم چیکار کنم من گوی میدم برو گم شد هم پشت مسماق فاکم میدم ببر همون ما تیار باش گم شما ایلی او امشب نظم گرفتم این درسته؟ ما رمزو هم که به نظم قبول میشه این کار درست دادی مرا ولی یه خبر باید دودن داغ همه مرتدن میان سلام الان اونجا رسیده تا نشسته منتظر ماست بخیر دیگه دادن آماده باشو تو نفهمه چیز نه خیلی راحت باشه تیار شدم دیگه خب خود بودی کمک کنم نه خودم تیار میشم کار سختی نیه تقدیم میخوام میگیرمش نه این پور نمیشه نه. میری مرا چی میکنی؟ با چه مال زدی؟ چیز گپ شده؟ چی گپ؟ این چی گب نیه ما میخواستم تیار شدم که تیار شدم چی؟ کی؟ دادی گفت بهت نگم چی ده؟ همه مرتدن میخواد بیاد ایتر دیگه بیزنه از خاطر همه مرسیده؟ من با خدا نمیخواش من بیا که مادرم خود خود نیاری ننی رو ننی بود نه با خدا خیره بیا بیا مرسدن جان به حیا کتتر سوری همه بس گل خود تو برو من داخل شم داخلم یا الله مامان میهمانای من آمدن. خب برو در رو باز کن دخترم وی بازم که رفتی لباس مادر عاقله رو قطع کردی. اون سری ماده منو برداشت برد تو برو در رو باز کن من آماده میشم برو ملت برم برو با جون دادی خوشگله من برو خدیجه برو همه بس گل کس خانه هستن نیه سلام بفهمین کربلا خیلی خوش آمدین سلام علیکم حال شما خوبه بخیر جانمال شما جوره جلپای شما جوره بیا آره اینجا بشینیم اونجا بشین الان من میام سلامت بشه سلام علیکم زشته دادی جون ببخشید بشین برداشت دادی جون کجای این همه بسکول کجای ای بلا گشتی حالی میاد میزه بشین قرار بشین خدا سلام خیلی خوش اومدین سلام علیکم خوب هستی؟ بخیر زنده باشه خیلی خوش اومده تشریف آوردین قدم رنجه من بنجه بفرمایید سلامت باش مامان جون بفرمایید این چیه؟ با دست شما درد نکنه با احترام از سر قبرو دوزی کردی؟ نه این از گل فروشی خریدی گرانم بود قیمت بود خب خوب هستین دیگه زنده باشین کجای همه باسکول با همه پس شما خونه خوشویشینا قدبقی خود رفتن امشب و شام دعوتن برای دیروز چاشت کار از من فیصله شد دیگه بله؟ ببخشید من نصف عمرم 6 ماه تو ایران زندگی کردم برام بود زیاد فارسی پای نمیفتم چه افغانی ببخشید ببخشید دیگه کچاو میشم بفرمایید ما آمدیم که امی بچه تو را
دختر تو را در کنیزی با چه قبول؟ بله؟ بچه خور در کنیزی دختر تو. دلیل همون به نظرم میخوان بگین که من بعده نوکر دیگه. او آمدیم همین دختر تو را خواستگاری کنیم. خب شیربها چقدر میدین؟ گم هنوز این شروع نشده سر شیربها. دختر بچه گم نزنن. الان چه دهه‌ای دارین زندگی میکنین؟ درست افغانستانی ولی خارجی فکر کنین. وایلا پسرتون هم نگین که خارج اومده گفتین دلار خرج کردین. پس همین مرسدس شیربها خب شروع کن از همین شیربها بگوی. شیربها چون مرسدس واسم خیلی عزیزه میخوام بره سر و سامون بگیره $140,000. چی خبره مگه شیر کرکس کل خورده که خواست شیربها رو گیران موگین. چه ربطی داره؟ یعنی دختران ارزش نداره از کی کمتره؟ خب ما جا دیگر را قیمت بگیری پس میگی گلدن نمار بخش وای شما چقدر گوشنه بودیم میشستی والا خانه خانه کمی ها بد گل مارک ترس از خانه کردید باید بگیرید مرسی تو تاکو ای بابا چقدر قیمت بود بچه $140,000 والا اینا اگه $140,000 من تو هلند میتونم هفتشی بگیرم. والا اگه اینا دمزه ایران 140,000 تومان شمار کرده بشه بچه دقار خدا شایی بس گل ما را تیر همین همش که نبود ما هم دیلیم دمزه خواستگاری نبود چه بلایی نه. چه بلایی جو بشی ساری دقیق همین ننه تم نمده بود ننه تو در خانه حالی او را چی نایتم؟ الان اونجا چی کار میکنی بکنی؟ او با که ما از تو آمدیم خانه در خواستگاری مره هم تو را دو پاره مونه من چه ربطی داره؟ تو پشتی به خاطر موگه ما نرفتیم خواستگاری از ما نشد گل خریدی ولی دیلم در خانه گیر کرده بود شطور دیدی؟ ندیدی؟ آفرین. خیالت راحت باشه دلی جون آفرین دیگه بریم ما از تو حساب کردم ما اوکی بریم لیتس گو بیا اینجا تاکسی بگیر تاکسی مامی جون خسته نباشی بله خسته نباشی رفتی دم خور رسندین دیگه نه؟ بله مرگ بفرمایید اولاد لایق خیلی خیلی لایق است خب کربلای بوگه کجا رفتی؟ ما رفتیم دمون آیسکریم خوری برای رفتیم شیریخ خوردیم مسیج تماس شیریخ شما با مادر مسیج رسیدش آمد؟ بله چی بودن؟ مهریه رو تعیین کردن 95 تن سکه بهار آزادی به نیابت 95 تن آلی عبا گفت 5 تن آله عبایی نودن لیگش از کجا آمده؟ گفت نودن دیگه جایزه هم جایزه هم میگیرن اینجا؟ دیگه چوچه میکنن خب حالی چیکار؟ داشتن دیگه خبرها زودتر از ما رسیده دیگه اونو یک پای خوردم خانه از او اشتی دیگه رسمه مگه رسمه رسم چیه با همون پیسه میتونی تو هلند هفته بگیری چی؟ همین بسکول هفته بسکول؟ مثل بسکول مسئول 5 تا دیروز که مرسده بود دیگه های بسکول شد غلطی مونه اوی دو دنت بگیره آقا تو ده یک دنش منده تو هفته نش چه پوره منده فقط حرفش میزنم مامی جون خیر لکه خود دیگه چی گفته بود؟ دیگه چیز خاصی نگفت که طبق رسم و رسوماتی از ما 2 دانه چادر خور داریم 4 دانه کت خور داریم چیز خور؟ کت خور کتخور از کجا باید دیگه ما کتخور نداشتی چادرخور شندی کتخور نشنیدی مامایشی و کاکایشی و نمیخوام باکولشی باید کت گندگی پس گندگی اصلا این چی بگم؟ ما رو تیر از همون هلند زن میگیرم فینیش حالا الک باش گپ چیزه خب آره دیگه اینه میقص که دروغ هم بلد نی 1000 دروغ میگی دروغ گفتن حالا تو چرا روی خود پاشندی؟ دازی هوای گرم خوش داشتم خوشم امروز من اصلا سر رفته بود رفتم اونقدر خورخاندخ بیرون
رقم سربازای سوزانه ورید از این هوای گرم روی از خود گفت برو رفت کجا رفتی تو؟ رفتیم پیش خونه خواه رفتیم آره خواستگاری بچه خود نمیمورید خواه خنده های لیچه ای خواهی در سب کنه دلی گفت دلی 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 روی خواستگو چکار کردی در او سیبیلاش کن مرگ سیبیلاش بود رفتیم اپلاسیون کردم خیلی خوب شدی؟ تازه وقتی شینیونگ هم گرفتم چیچیون شینیونگ واو such a wow lady ای جمشید sorry ای جمشید ما همون روی ترموی تو را خوش داشتم چنگیزی همون سیبیلاش چو بشی؟ سیبیلای چنگیزیش هم خیلی خوب نمکدان پوگری نکو بیشی در جای خود آقای کب زده کبلی بگوی همه تربیه نکردی وقت غیر از این نکرده. تربیه کردن وقت نکرده خیلی خوب او رو در سر سینه گرفته بردی خانه از خاطر خوار از او رفت دیلیم سوخت از پس از خانه برشون نمی رفت 10 دانش که بر شد رفت رنگ رو گم کرد نمی 11 دانه میم بره اوی 4 دیگه هم طلب داریم 2 روز میشه اومدم نیومدم نگاه چیکار مقصد ماه روز ما دیگه از حال دیگه نمیتونم 2 روز اومدم نیومدم بریم چیکار میکنیم خیر تو یکی دیگه پیدا میکنیم تو مرتیر از این بس کلش رفتم بخیر برای کم شد خودت میدم خاک دست سرت کنه دیو بیزاره باش برو یک چای بیار بخیر رفتین آیسکریم خوردین چای طلب کنین دیو بیزاره برای اون تو نشان میدی